سازمان بین المللی کمیته دفاع از ژورنالیستان روز 25 اکتبر سال 2022 در یک اظهارات دیگر باره از مقامات تاجیکستان خواسته است که تمام ژورنالیستان زندانی شده را آزاد کنند. این سازمان از مقامات دوشنبه همچنین طلب کرده است که تا پیرامون خبرها درباره در بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتن ژورنالیست عبدالستار پیر محمدزاده و گویا در پیش دوربین ویدیو مجبور به اعتراف گناه کردن ژورنالیستان دیگر پاسخ قانع کننده بدهند. این اظهارات در پی در رادیوی آزادی نشر شدن نامه پیر محمدزاده از بازداشتگاه نشر شد. در آن نامه ژورنالیست میگفت که کارمندان میلیڅ او را لطوکوب کرده به بدنش سیم برق ماندند و مجبور کردند که در پیش دوربین ویدیوها همکاریش با رهبران مخالفین در خارجه را به گردن بگیرد. برادر او عبدالکریم پیر محمدزاده در صحبت با کمیته دفاع از ژورنالیستان حسن خط برادرش بودن نامه نشر شده را تصدیق کرد و خبر داد که همان ملاقات اخیرش با اهل خانواده خود عبدالستار نیز مؤلف نامه بودنش را تصدیق کرده است. گلنازه سعید هماهنگساز برنامه‌های کمیته دفاع از ژورنالیستان در اروپا و آسیای مرکزی در نیویورک گفت ایده‌های درباره بدرفتاری، تهدید و به اعتراف گناه مجبور کردن از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان هرچند خبر نو نیست ولی نگرانی عمیق را به بار آوردند و از جانب مقامات تاجیکستان پاسخ مفصل و قانع کننده طلب می‌کنند. مقامات تاجیکستان باید بر وقت این سیاست مور مخفی زدن به پرونده‌های ضد ژورنالیستان را بس کنند، چون که این حقوق آنها را به یک شکل آشکار و بی‌پرده پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان باید بدون تأخیر همه ژورنالیستان ناعادلانه زندانی شده را آزاد کنند. مقامات ایده‌های درباره شکنجه شدن ژورنالیستان دستگیر شده را نیز شرح نمی‌دهند، ولی یک نماینده دادستانی کل اخیراً گفت که به آنها درباره شکنجه شدن ژورنالیستان یگان شکایت نرسیده است. این در حالی است که پیر محمدزاده هنوز 2 ماه پیش به دادستانی در این باره رسما شکایت نوشته بود ولی پاسخ تا حال نگرفته است.